بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق الله العظیم. دوستان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستین از لباس عافیت و تن سالم برخوردار باشین. در درس گذشته خدمت شما عرض کردم که از جمله حقوق قرآن و آداب قرآن این است که انسان قرآن کریم را باید درست بخونه و درست تلفظ بکنه. اگر یک انسان قرآن کریم را از لحاظ عملی ولو در هر سطحی که است، از عوام گرفته تا سطح بالا، اگر قرآن کریم را درست نخوانه و اشتباه داشته باشه در خواندنش، علما اینمی اشتباه و اینمی خطا و اینمی غلط خوانی را به نام لحن گفتن. در این درس در قسمت تعریف لحن و اقسام لحن و احکام لحن خدمت شما انشاءالله العزیز به تفصیل صحبت میکنیم. دوستان عزیز و گرامی، لحن به چی معنا می آید؟ لحن در لغت علما تعریف میکنن که به دو معنا می آید. یکی به معنای خوش آوازی و دیگر هم به معنای غلط خواندن قرآن کریم، تلفظ نادرست قرآن کریم که در معنا و در محتوای قرآن کریم و کلمات تغییر به وجود بیاید. این را به نام لحن یاد میکنن. و باز این لحن را علمای علم تجوید به دو قسم تقسیم میکنن. میگن یکی لحن خفی داریم و دیگر هم لحن جلی داریم. لحن جلی و خفی چنانچه که از نامشان پیداست، یعنی یکی اشتباهی که خیلی آشکار و فاحش است، او را به نام لحن یا غلطی بسیار آشکار یاد میکنن. و یکی هم لحن خفی است به معنای غلطی و یا اشتباه خواندن بسیار ناچیز و کم قرآن کریم. در قسمت حکم لحن جلی و خفی هم خدمت شما همین لحظه عرض بکنم که علما میگن که هر کسی که لحن خفی داشته باشه، یعنی قرآن کریم را غلط بخونه ولی آنقدر فاحش و کلان نباشه که موجب شود معانی قرآن کریم یا معنای کلمات قرآن تغییر بخوره. ما در قاعده تجوید داریم که هرگاهی که را، حرف را مثلا مضموم باشه یا مفتوح باشه، یعنی فتحه داشته باشه و ضمه داشته باشه، در او حالتها حرف را پر خوانده میشه. اگر مکسور باشه باز باریک خوانده میشه. اینجا یک شخص اگر بیاید باز حرف را در حالاتی که مرفوع است و مفتوح است باریک بخونه، این خلاف قاعده تجوید عمل کرده. معنای قرآن تغییر نمیخوره، معنای کلمه تغییر نمیخوره، اما زیبایی قرآن و حسن تلاوت این نادیده گرفته شده و موجب شده که این انسان لحن خفی بخونه قرآن کریم را، در خواندن قرآن و در تلاوت قرآن لحن داشته باشه و این لحنش خفی است. و انسان گناهگار نمیشه ولی از ثواب تلاوتش کم میشه. کوشش به خرج بده که قرآن کریم را از لحاظ قواعد تجوید هم زیبا و درست تلاوت بکنه. اما ماند حکم لحن جلی. دوستان عزیز و گرامی، لحن جلی است که انسان تلاوت بکنه قرآن کریم را و کلمات قرآن کریم را به شکل بخوانه که یک حرف به حرف دیگری تبدیل شود، یک کلمه به کلمه دیگری تبدیل شود، یک حرف اضافه شود، یک حرف کم شود، حرکات اعرابی را با هم دیگر تبدیل کنه، مثلا فتحه را به جای کسره، کسره را به جای ضمه، ضمه را به جای هر دو به کار ببره. در این حالتها چون که معنای کلمه تغییر میخوره، بنابراین این شخص این تلاوتش به نام لحن جلی یاد شده. حکم از این چی است دوستان عزیز؟ حکم این نوع تلاوت یعنی لحن خواندن قرآن کریم به شکل جلی، این درست نیست و این حرام است و این نادرست است. باید انسان سرش لازم است و فرض است
واجب عینیش است که در قسمت تلاوت قرآن کریم اشتباهات خود تصحیح بکنه و قرآن کریم را درست تلاوت بکنه. به عنوان نمونه از لحن جلی خدمت شما اگر عرض بکنم، مثلا ما در قرآن کریم داریم که بعضی حروف های است که تقریبا مخارجشان یکیست یا با همدیگر خیلی نزدیک است، مثل تا و تا. تا و تا. اینجا یک قارئ قرآن یا تلاوت کننده قرآن می آید بجای حرف تا و بجای حرف تا را استفاده میکنه که موجب میشه معنای قرآن تغییر بخوره. چه قسم معنا تغییر میخوره؟ مثلا ما در قرآن کریم داریم که تین با تا گل میگه، یعنی گل لای، و تین زیتون میگه. چنانچه در قرآن کریم هم ما داریم ببخشین انجیر میگه و تین و زیتون و تین با تا است. اینجا میبینیم که اینجا اگر انسان هر حرف از مخرجش ادا نکنه، یکی را با هم دیگر قاطی بکنه، معنای کلمه تغییر میخوره. مثلا ما داریم صیف و سیف. صیف به صاد، سیف به سین، هر دویش. صیف تابستان میگه، سیف شمشیر میگه. حالا اگر کسی بیاید به جای صیف لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، حالی میخونه و سیف، کاملا غلط است. قاف و کاف هر دو از یک مخرج است که به اصطلاح حلق است که تقریبا مخارجان با همدیگر خیلی نزدیک است. یک مخرج است خیلی نزدیک با همدیگر، اندک تفاوت داره. اگر به جای قل کل میگه و به جای کل قل میگه، قل بگو کل بخو، با همدیگر تفاوت میکنه، کاملا معنا تغییر میکنه با تغییر یک حرف. مثلا اسم، اسم، ثا و سین، ثا و سین با هم نزدیکن خیلی زیاد. اگر انسان اسم که معناش گناه است با اسم که معناش نام یک شخص است تبادله میکنه، کاملا معنا تغییر میخوره. گناه را اسم میخونه و نام را اسم میخونه، کاملا معنا تغییر میکنه. به همین شکل ذا و زا داریم ما شما، یکی زا یکی ذال، با هم فرق میکنه. الذی را الذی میخونه، الذی را الذی میخونه. الذی و کسایی که الذی هیچ معنا نداره، بناهن ای به این شکل درست نیست. گاهن لحن جلیعی هم میشه که قسمی که پیشتر گفتم در حرکات تغییر به وجود می آید. مثلا ما فتحه داریم، به جای فتحه کسره. مثلا میگیم اعراب، اعراب که جمع عرب میشه. بعد ما شما داریم اعراب که حرکات را میگن نامشه. اعراب و اعراب. الاعراب اشد کفرن، الاعراب اشد کفرن، معنا کاملا تغییر کرد با یک فتحه و کسره. یا مثلا با تغییر یک ضمه ما داریم انعمت، تو بخشش کردی و انعام کردی. انعم تو، من بخشش کردم. تا و تو کاملا با همدیگر معنای کلمه را تغییر داد. و از حالتهای دیگری لحن جلی کاستن یک حرف است. مثلا یک حرف ما کاملا کم میکنیم، از ادای یک حرف کم میکنه، از ادای یک حرف را زیاد میکنه. هر دو حالتش معنای کلمه را تغییر میده و در لحن جلی شامل است. مثلا حالتی که از ادای یک حرف زیاد شود، ما مثلا میگیم الحمدلله رب العالمین. الحمد، یک شخص میگه الحمدلله، الحمدلله. الحمدو، دو فقط یک ضمه داره، مضموم است، ولی یک حرف انسان اضافه بکنه، واو اضافه بکنه به این الحمدو، این کاملا غلط است. یا مثلا لله، بس انسان چیکار میکنه؟ ها را کش میکنه، یک یا پیدا میشه داخلش. لله، لله رب العالمین، کاملا اشتباه و غلط. یا ما داریم من قبلیکم، انسان میگه من قبلیکم، درست. یا مثلا داریم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد
لم یلد، لام فقط کسره داره. انسان چیکار میکنه؟ کش میکنه. لم یلید، کاملا اشتباه و کاملا غلط. یعنی از ادای یک حرف دیگری تولید نشود. اگر شد این هم لحن جلی است و این گناه است و این اشتباه فاحش است. اگر تلاش و کوشش به خرج نده که اصلاح بکنه، گناهگار میشه، انسان گناهگار میشه و سر انسان واجب است، واجب عینی است، فرض عینی است که در این قسمت مشکل نداشته باشه. و یک حالتی وجود داره. ما دو نوع تجوید داریم دوست عزیز. یکی تجوید تیوری یا علمی که همون قاعده ها را ما بفهمیم، و یکی تجوید عملی. قاعده ها را خود نمیفهمیم از لحاظ کتابی، ولی به شکل عملی درست خوانده میتونیم کاملا. پس میگه یک تعداد زیادی از عام مسلمان ها، جوانان، خواهران، برادران همگی در همین کاتگوری شامل است. یعنی قرآن کریم بسیار خوب میخوانند، تجوید را رعایت میکنند، در حالی که از لحاظ تئوریکی نمیفهمند قاعده ها را که براشون ما تشریح بکنن یا او را بفهمند. هیچ مهم نیست. ولی اگر هر دوش یک انسان بفهمه، نور و نلا نور. یا مثلا از مثال های دیگه که خدمت شما گفتم کم میکنه، مثلا ما داریم لم یلید. بیشتر در اینجا گفتم که لم یلید هم نباید شود. در آیت بعدی میگم ولم یولد. ولم یولد، این انسان چیکار میکنه؟ لم یلید با قیاس به ای واو را هم از ادای لم یولد حذف میکنه، میگه لم یولد، لم یلید، ولم یولد، ولم یولد، واو را کاملا حذف کرد. در این حالت هم درست نیست. لم یلید هم نشوه و لم یولد هم نشوه، بلکه همون شکلی که پیامبر خوانده و صحابه خوانده و به ما رسیده و قاعده تجوید میگه، به همون شکل باید بخوانیم. لم یلد و لم یولد. این حالت ها را به نام لحن جلی یاد میکنن. باز هم به شکل خلاصه و فشرده خدمت شما عرض بکنم که دوستای عزیز، هدف از فهم قواعد تجوید و عملی کردن از وی است که ما در خواندن و تلاوت قرآن اشتباه نداشته باشیم. علمای علم تجوید اشتباه خواندن قرآن را به نام لحن یاد میکنن. و لحن چی را میگه؟ گفتم که لحن به دو معنا میاد. یکی خوش‌آوازی را میگه، ما میگیم فلانی بسیار لحن زیبا داره، یعنی که بسیار قرائت زیبا داره، بسیار خوش صدا است، بسیار شیرین سخن است. و در علم تجوید وقتی که بیایم لحن به معنای اشتباه خواندن. بازی اشتباه دو نوع است. یک اشتباه بسیار کم و ناچیز است که در قواعد تجوید برمیگرده، و یک هم اشتباه خواندن بسیار فاحش و کلان است و غلطی بسیار آشکار است که نباید به این شکل خوانده شود. اگر کسی به این شکل قرآن میخونه، توجه نمیکنه، کوشش به خرج نمیده، سستی میکنه، گناهگار شمرده میشه. حکمش است که 100% باید این را یاد بگیره، هر کسی که هست. ولی در قسمت لحن خفی باز اگر سرش زیاد فشار است نمیتونه، خب ثوابش کمتر میشه، کوشش بکنه که یاد بگیره، لکن به اندازه لحن جلی گناه نداره. این درسی بود که خدمت شما در مورد لحن و اقسامی از او و احکامی از او تقدیم کردم. تا درس دیگر و جلسه بعدی که انشاءالله خدمت شما با یک موضوع دیگر حاضر میشیم، همه شما را به الله منان میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.